سلام. گاهی وقتا که داری با همسرت صحبت میکنی یهو ناراحت میشه و در مقابل تو جبهه میگیره. فکر میکنی چرا این اتفاق میفته؟ این ویدیو رو لایک کن، همراه من باش تا بهت بگم. در روابط بین ما و همسرمون کلمات نقش اساسی رو ایفا میکنه. گاهی وقتا کلمات سمی باعث حساسیت‌های زیادی تو زندگی مشترک میشه و روابط ما رو به سمت دعواها و کشمکش‌های زیادی پیش میبره که یک سوء تفاهم محسوب میشه. حالا فکر میکنی این کلمات سمی چه نوع کلماتی هستن؟ کلماتی مثل تو چقدر چاقی، تو چقدر لاغری، تو اصلا درک نداری، تو نمیفهمی، تو شرایط منو درک نمی کنی، کاش شخص دیگه وارد زندگی من میشد، یا چقدر تو قرقرو هستی، چقدر زود ناراحت میشی و خیلی از کلمات دیگه که شاید الان هم به ذهن خودت رسیده باشه. پس لطفاً حواستون باشه موقع بحث و دعوا و ناراحتی از این کلمات ممنوعه استفاده نکنید، چرا که این کلمات باعث سردی رابطه شما و همسرتون میشه. ما باید تو زندگی مشترکمون یه زمینه رو فراهم کنیم که جفتمون تو زندگی مشترک آسایش و آرامش داشته باشیم. ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. یادت نره این پست رو لایک کنی و برای دوستات هم ارسالش کنی. ممنون.